کانال چپ سرگوت در شبکه وکانتاکت ویدیو جنجال یک پیرزن روس با فروشنده های یک مغازه خوراکواری در زمینه ملی را نشر کرده است. این حادثه در شهر لنگپس در حوزه مختار خانت مانسی یوگرا روی داده. فروشنده و طور از سیمایشان در این ثبت برمی آید زنهای مهاجر از آسیای مرکزی می باشند. در ویدیو دیده می شود که یک پیرزن به فروشندگان مغازه در افتاده از آنها می پرسد که آیا حق کار کردن در این مغازه را دارند یا نه. سبب مناقشه معلوم نیست، ولی این پیرزن به فروشندگان مهاجر تهدید می کند که آنها را به پلیس خواهد داد. در اینجا تاجیکستان و ازبکستان ساختند، ولی نمی پرسند که این شهر را کی ساخته بود. من رفته پلیس را دعوت می کنم بگذار تفتیش کنند که آیا همه شما حق در اینجا کار کردن را دارید یا نه. تاجیک ها، ازبک ها، آیا شما چنین حق را دارید؟ من همش را در پلیس معاین می کنم. شما حق گرفتن پول آدمان را ندارید، میگوید در این نوار این پیرزن. در میدان شرحهای زیر این ویدیو بسیاری از ساکنان یوگرا این پیرزن را تنقید و محکوم می کنند، ولی برخی شارعیان خواستار تفتیش قانونیت فعالیت مهاجران در مغازه یوگرا شدند. در ریاست کارهای داخلی یوگرا به خبرنگاران نشریه ویسنیک سورگوتسک و رایونا الینا گایسینا گفتند که پلیس این حادثه را میسنجد که در مغازه چی روی داد که باعث چنین فرو ریختن خشم و غضب این پیرزن شد. مهاجران کاری در روسیه به خصوص آنهایی که در رشته‌های خدمت رسانی کار میکنند از زیاد بودن موردهای به اصطلاح ملتگرایی معیشی ساکنان محلی شکایت میکنند. بلند بودن سطح ملتگرایی معیشی در بین ساکنان روسیه را جامعه شناسان و حامیان حقوق نیز ذکر میکنند.